به نام خدای زیبافرین. زندگی زناشویی تشکیل دادی، راه و رسمشو بلدی؟ زندگی زناشویی تشکیل دادی، توانایی حل تعارض‌هاشو داری؟ اینو میپذیری که زندگی زناشویی یعنی یک اختلاف مبنایی و جدی در مسائل فرهنگی، ژنتیکی، اجتماعی، حتی در نوع نگاهمون به مسائل قرار متفاوت و یا متعارض باشیم؟ نکنه تو ذهنت اینه که اگر زندگی زناشویی تشکیل دادم، با کسی که دوستش دارم ازدواج کردم، یعنی من دیگه خوشبختم. خوشبختی به این که با آدم خوب ازدواج کنی نیست. خوشبختی به اینه که بتونی با آدم خوب تعارضاتو حل کنی. تصور نکن که اگر یک کسی رو پیدا کردی که خیلی دوستش داری، عاشقش هستی، یعنی دیگه با او به تنش نمیخوری، یعنی با او دیگه به اختلاف نمیخوری. این که اختلاف داری ایرادی نیست، این که چطوری داری اختلافاتو حل میکنی مسئله است. این که دغدغه‌های خودت رو چطوری میتونی به گونه‌ای بیان کنی که طرف مقابلت هم بشنوه، بپذیره و او هم دغدغه‌مند بشه. ما گاهی وقتا در دنیای ذهنی خودمون زندگی زناشویی رو بر اساس یک سری کنترلگری ها میخوایم مدیریت کنیم. قبل از ازدواج تو ذهنمون اینه که خب حالا اگر همسرم یک اختلافی با من داشت، حتما دوستم داره و با هم کنار میاد. چون دوستم داره میپذیره، چون دوستم داره پس بنابراین منو همراهی میکنه. اما وارد زندگی زناشویی میشه، همون همسری که خیلی دوستش داره یه جای همراهیش نمیکنه، یه جای باش کنار نمیاد، یه جای باش تنش داره. ایرادی نداره که ما تنش داریم، ایرادی نداره که ما یه جای جنجال داریم، ولی چقدر میتونیم با هم دیگه هماهنگ باشیم، همراه باشیم و چقدر میتونیم رو رابطه دوست داشتنی بودنمون کار کنیم و اون رو تقویت کنیم. آیا رابطه دوست داشتنی ما اینقدر میارزه که من چشم پوشی کنم روی سری نقاط ضعف طرف مقابلم؟ آیا رابطه دوست داشتنی ما اینقدر میارزه که من یه سری جاها از رو خواسته های خودم، تمایلات خودم کوتاه بیام تا رابطم حفظ بشه؟ اگر این توانایی رو داری، بدون که زندگی رو به خوبی میتونی مدیریت کنی. عزیز من، اگر همسر تو یه جا از خواسته هاش کوتاه اومد، به معنای این نیست که او وظیفشه که کوتاه بیاد. به معنای اینی که تو درکش کنی و اگر او یه جای کوتاه اومد، تو هم یه جای کوتاه بیای. اگر او یه سری از خواسته هاش رو کنار گذاشت، در یه جای حرف تو رو گوش کرد، در یه جای علی‌رغم میل باطنیش با تو کنار اومد، یعنی اینکه تو هم باید یه روزی این کار رو براش بکنی. علی‌رغم میل باطنیت باش کنار بیای، علی‌رغم میل باطنیت بتونی او رو بفهمیش و از خواسته های خودت بگذری. زندگی زناشویی با منیت جور در نمیاد. رابطه عاشقانه با منیت هماهنگ نیست. رابطه عاشقانه یعنی رابطه‌ای که من دوست داشتنم بر هر چیزی اولویت داره. رابطه عاشقانه یعنی رابطه‌ای که من حاضرم تمام دنیا رو بذارم کنار، ولی معشوق خودم رو داشته باشم، همسر خودم رو داشته باشم. همسر من، معشوق من در اولویت اول زندگی من باشه. اگر همسر در اولویت اول زندگی نیست، یعنی تو هنوز یک مجردی، هر چند تا بچه داشته باشه. تو هنوز متعهد به اولویت های همسرت نشدی. متعهد به این نشدی که یه جایی باید همسرتو در اولویت قرار بدی. اینجاست که رابطه ها لازم شفاف بشه. خط قرمزهاش، اختلافاتش، تعارضهاش، مسائل ضروریاتش مشخص باشه. عزیز من، اگر همسر تو یه خط قرمزهایی داره، اگر دوستش داری به خط قرمزهاش نزدیک نشو. اگر همسر تو یه چیزایی برای ضرورت داره، اگر دوستش داری با ضرورتاش هماهنگ باش. اگر برای او کارش، رفت آمدهاش، مسائل مهم زندگی براش یه خط قرمزهایی داره،
لطفا با خط قرمزاش هماهنگ باش. برای خط قرمزای همدیگه تنش ایجاد نکنید که از اولویت میافتیم. اولویت های آدم ها یعنی نوع نگاهشون و فهمشون نسبت به آدم های اطرافشون. اگر همسر من، فرزند من جز اولویت های اول زندگی منه، یعنی در چارچوبه زندگی من آدم ها دستبندی شدن. چه کسی، کجا و چجوری من باش تعامل برقرار کنم. اگر هنوز تو زندگی زناشویی پدر مادر اولویت اولتن، یعنی تو آمادگی ازدواج نداری. اگر دوستات هنوز اولویت اولتن، یعنی تو هنوز آمادگی ازدواج نداری. اگر هنوز رابطه های گذشته، پارتنرهای قبلیت اونها هنوز برات اولویت دارن و تو میخوای به سبک و سیاق اونها زندگی کنی، هرچند که اون رابطه قبلی تموم شده و همسرت هنوز در اولویت قرار نگرفته، یعنی تو آمادگی ازدواج نداری. آمادگی ازدواج در جسم و در پذیرش خانواده ها نیست. آمادگی ازدواج در مسائل سن و سال نیست. آمادگی ازدواج یعنی ذهن آماده، یعنی بلوغ، یعنی فهم من از مسائلی که در پیرامونم اتفاق میفته. من چقدر میتونم مسائل پیرامونی خودم رو خوب بفهمم، خوب درک کنم و بتونم اونها رو در اولویت بندی های خودم قرار بدم و اهتمامم بر حل اون مسائل باشه. آدمی که پدرش، مادرش دغدغه های اونا هنوز براش جدیه، قبل از اینکه بخواد به دغدغه های همسرش برسه میخواد به دغدغه های پدر مادرش برسه، یعنی آمادگی ازدواج نداره. ازدواج به سن و سال نیست. گاهی وقتا یه نوجوان 20 ساله آمادگی ازدواج داره که یک فردی در سن 40 سالگی هنوز آمادگی ازدواج پیدا نکرده. آمادگی ازدواج یعنی آماده پذیرش مسئولیت‌های سنگین. آمادگی ازدواج یعنی آمادگی این که من بخوام در یه مسیر سختی که خودم دارم حرکت میکنم یه همسری رو هم با خودم همراه کنم. آمادگی ازدواج یعنی اگر خودم میخوام رشد کنم، آمادگی این رو دارم که یکی دیگرم زمینه رشدش رو فراهم کنم. پس اگر هنوز آمادگی ازدواج نیستم و ازدواج کردم، بدونم که زندگیم پرخطره و باید بتونم آمادگی روحی روانی خودم رو ایجاد کنم. زمانی که آماده شدی، حالا وقتشه که رابطه عاشقانه خودت رو توسعه بدی، عشق ورزی ها رو توسعه بدی، صمیمیت ها رو توسعه بدی. وقتی صمیمیت ها توسعه پیدا کرد، این رابطه نیاز به زاد و ولد داره. این رابطه نیاز داره که در واقع محصولی از خودش ارائه بده که فرزند شما محصول رابطتونه. رابطه‌ای که خامه، رابطه‌ای که پختگی نداره، رابطه‌ای که استحکام درستی نداره، رابطه‌ای که بحران زده است، رابطه‌ای که روی خط فقر دانش و بینشه، این رابطه عقیمه و نمیشه از این رابطه بچه سالم و صالحی تربیت کرد. اگر رابطمون عیب و ایراد داره، به معنای پایان دادن به اون رابطه نیست. به معنایی که باید بتونم مهارت‌های لازم، پختگی‌های لازم، توانایی‌های لازم رو کسب کنم تا بتونم زندگیم رو به یه رونقی و به یک شادمانی تبدیلش کنم که هیچ چیزی در زندگی جز هماهنگ بودن با همسر و یک رابطه صمیمانه و یه تلاشی برای درست کردن زندگیم پیدا بکنم. امیدوارم که زندگی‌های زناشویی پر از آرامش و نیکبختی و خوشبختی باشه. شاد و پیروز باشید.